نلتقي بزائرة في هذا الطريق وفي هذه الساعات المتأخرة من الليل. السلام عليكم خانم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. الحمدلله. چطورید با این راهها با این گرما؟ خسته. خسته؟ خیلی. سخت بود؟ خیلی خیلی. شیرینه. خیلی عشق خوبی داره. عشق خوبی داره. عشق خوبی. تمام مسیر که از اول که شروع میکنی خب سختی هست، گرما هست، زمینای ناهموار هست، همه اینها هست. ولی هر لحظهش که قدم برمی‌داری همش پر از عشقه، همش پر از محبته. هم محبت به مردم، هم که فکر میکنی که ما داریم قدمی رو برمی‌داریم که إن شاء الله أشكر بريا تقول قلت لها هل هناك صعوبات وأنتم تسيرون على هذا الطريق؟ تقول نعم صعوبات كثيرة، حرارة الطريق، الأرض، ولكن جميل وحقيقة جميل السير في هذا الطريق. ان شاء الله قبول باشد. این اول سالته؟ اولین باره. اولین باره. ان شاء الله سال دیگر میایید؟ ان شاء الله. با مردمای مثلا نامدن چی میگید؟ من فکر میکنم هر کس بخواد یک دوره آدم شناسی برای خودش طی کنه لازم این سفر رو بیاد. من هر دفعه می اومدم، حالا اینو خارج بگم، من هر دفعه که می اومدم کربلا هوایی می اومدم، هوایی میرفتم، سعی میکردم بهترین هتل رو بگیرم، کمترین سختی رو داشته باشم، تحمل سختی رو اصلا نداشتم. بعد به خودم فکر کردم که تو چجوری امام حسین رو دوست داری که حاضر نیستی تو گرما قدم بردی. من حرم مشهدم، تو حرم امام رضا، وقتی میخوام برم حرم امام رضا حتی یا عصر میرم یا صبح زود میرم که گرما اذیتمون نکنه. ولی اینجا بعد با خودم فکر کردم که نمیشه ما دم از عشق بزنیم بگیم ما شیعه ایم زیر پرچم اینا هستیم ولی جاش که میرسه جا رو خالی کنیم بشینیم تو منزل. تقول أنا هذه أول مرة أحضر في زيارة الأربعين. كم مرة يعني جئت إلى العراق وزيارة الإمام الحسين عليه السلام والإمام علي عليه السلام، ولكن كنت أختار الهوتيل المناسب عبر الطائرة، ولكن قلت أنا يجب أن أشارك في هذه الزيارة مع صعوباتها لكي كيف نكون نعم من محبي الإمام الحسين. التماس دعاء. محتاجیم ده. خیلی ممنون. خواهش میکنم. سلامت اول مرتبه ان شاء الله قبول باشد. ان شاء الله حاجت روا باشید. ان شاء الله که جزء زوارشون ثبت ضبطمون کنن. ان شاء الله. ما رو ببینن بخوام. ممنون. ان شاء الله. نعم. قلت لها أنت لأول مرة تزورين وزيارة الأربعين وإن شاء الله زيارة مقبولة وإن شاء الله تقضى حوائجك ونلتمسك الدعاء. نعم هكذا هو حال الزائرين الكرام الذين يسيرون في هذا الطريق من رغم المشقة، من رغم درجات الحرارة العالية. اليوم سجلت النجف 50 درجة مئوية، ولكن عشق الحسين يجمعنا تحت رايته.